روال این ویدیوهای راهنمای خرید بعد دستتون اومده باشه. انویدیاشو رفتیم، الان AMD شه. ورژن کوتاهش اینستاگرام بود، الان ورژن بلندش یوتیوبه که میخوایم منطقش و دلایلش رو هم توضیح بدیم. راجع به کارت های گرافیک برند AMD میخوایم صحبت بکنیم، به شرط اینکه نو باشن، گارانتی درست درمون داشته باشن و قاچاق نباشن. و یه ذرم اینو توضیح بدم که بازار کارت های گرافیک AMD خر تو خره. یعنی چی؟ سری 7000 فقط دوتا مدل رده بالاش تو ایران اومده، اما سری 5000 هنوز نوهاش پیدا میشه. یه ذره اوضاع قمر در عقربه، اما تو بازارهای قیمتی مختلف با هم دیگه نگاه میکنیم، بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی قراره بیفته. اگر مثبت 60 میلیون تومان بخواید هزینه بکنید، بالا رده ترین کارت AMD رو میتونید تهیه بکنید که میشه 7900 XTX. عملکرد نسبتا خوبی داره، قیمتش هم از حدود 60 تا 70 میلیون، بسته به برندش، بسته به تعداد فنش، بسته به مدل دقیقش، میتونه بین 60 تا 65 میلیون تومان در واقع باشه. این میشه بالا رده ترین گزینه برای اونایی که میخوان تهیه کنن. دارید جدول عملکردش هم میبینید. این FPS هایی هم که میبینید بر اساس تست مرجع تامز هاردوره که روی 3D مارک نورمالایز شده سوار شده. ری تریس و فریم جنریشن و اینا توش دخیل نیست. بریم دسته‌بندی بعدی. دسته‌بندی بعدی میشه حدود مثلا 45-6 میلیون تومان. اینجا دو تا گزینه باید می بود تو بازار ایران، یکی 6950 XT و اون یکی 7900 XT. بین این دوتا هم 6950 اصلا تو بازار ایران موجود نشده و 7920 XT هم با قیمت حدود 45 میلیون تومان برای برندهای تولید کننده AMD با گارانتی درست درمون منطقی تر به نظر میرسه. نسل قدیمیشو لازم نیست بریم اصلا تهیه بکنیم. اما اگه قرار باشه حدود 30 میلیون تومان رو AMD سرمایه گذاری کنیم و کارت گرافیک نوع AMD بخریم، اینجا گزینه‌مون میشه 6920 XT. درسته تو بازار دست دو قیمتش خیلی مناسب تر از این حرفاست، اما با گارانتی درست درمونش رو توی بازار نو رو بعد حدود 30 میلیون تومان تهیه بکنید. کارت پرقدرتیه، کارت قویه و بازه قیمتی خودش هیچ رقیبی از داخل AMD نداره. میرسیم به رده بندی بعدی که میشه زیر 30 میلیون تومان بالای 20 میلیون تومان. اینجا گزینه زیاده ولی اوضاع قمر در عقربه. توی بازار ایران سری 7ش وارد نشده درست درمون، تکلیفمون باش روشن نیست. توی این بازه قیمتی باید از نظر منطقی 7820 XT و 7720 XT رو بررسی می‌کردیم، اما این دوتا هیچ کدومشون نیومدن. بنابراین 6820 XT رو داریم، 6750 XT رو داریم که نیومده، اونم باز 6720 XT هم داریم. کلا اوضاع یه ذره عجیب غریبه اینجا که توصیه میکنم اینجا هم برید بالا رده ترین چیزی که پیدا میشه رو بخرید که میشه 6820 XT. قیمتش هم حدود 24 میلیون تومان منطقیه، ولی توصیه اصلی اینه که یه رده برید بالاتر، همون 6920 XT رو بخرید. بازه قیمتی زیر 20 میلیون تومان، یعنی مثلا 15 16 17 میلیون تومان، تو این عددا باز اوضاع خرابه و گزینه‌های سری 7000 رو نداریم ما و گزینه‌هایی که موجودن میشه 6600 XT، 6600 معمولی و 5700 XT. 5700 XT درسته که این وسط مسط‌ها از نظر قدرتی جا میگیره، ولی کلا کنسلش کنید. سری 5 AMD دیگه خریدن نداره، مخصوصا نوش اصلا سمتش نرید. برید همون 6600 XT رو بخرید اگه میخواید نو بخرید، با یه قیمت حدود مثلا 16 17 میلیون تومان فکر میکنم بتونید تهیهش بکنید. گزینه بعد یه نیست، گزینه منطقیه تو این قیمت، میتونه بعدم نباشه. حالا فعلا داریم تو AMD بحث میکنیم. اما بریم هولوش مثلا 10 میلیون 11 میلیون به پایین بخوایم بحث کنیم. 5700 معمولی رو داریم، 5600 XT داریم، 5500 XT داریم، RX 590 و RX 580 و اینا هم که میتونه باشه توی این بازه قیمتی. RX 580 نوش نیست، 590 شاید از زیر سنگ نوش پیدا بشه، باشم قیمتش هم حدود مثلا 9 تومن 8 تومن یا همچین عدداییه. یه نگاه که به این بازه قیمتی بندازید میبینید که در این بازه قیمتی اصلا خرید نباید انجام بدید. سری 5 یا سری 3 رقمی هن، اصلا 590 اینا هیچ کدوم الان ارزش خرید ندارن. این بازه قیمتی بازار دست دومش جذابه. درسته تو این ویدیو راجع به دست دوم صحبت نمی کنیم، اما حالا اینجا یه اشاراتی بکنم. شما اگه زیر 5 میلیون بخوای کارت گرافیک بخری، RX 590 میتونه گزینه جذابی برات باشه. بخوای دور و برای 6 7 میلیون بخری، 5600 5700 5500 این تو این بازه‌های قیمتی از 6 7 8 تومنن، میتونن گزینه‌های جذابی باشن توی این بازه قیمتی. 5700 XT زیر 10 میلیون میتونه باشه
تو این بازه قیمتی. دست دومش بازار جذابی داره، اما افت قیمت ها باز انقدر شدیده که شما 6900 XT رو زیر 20 میلیون میتونی بخری دست دومش رو. پس بنابراین اگه وارد بازی دست دوش بشیم افت قیمت های شدید و سنگین داریم و اونجا اصلا کل معادلاتمون به هم میریزه. همه اینا رو گفتم. یه 4060 هم ما داریم جایزه میدیم، حدود قیمتش همون 17 18 تومنه. کارتای AMD 17 18 تومانی هم به راحتی میزنه سوسک میکنه، اصلا کاری با این حرفا نداره. این شد راهنمای خرید کارت گرافیک های AMD. اینجا به بعد ماجرا هم با خودتون یه دونه مقایسه بهتون بدهکارم طبق قولی که تو ویدیو اول دادم، اونم اینه که این AMD ها رو بریزیم تو این ویدیوها و یه هایرارکی یا یه رنکینگ کلی از تمام کارت‌های گرافیکی که توی بازار موجوده بهتون ارائه بدیم که بتونید بهترین انتخاب و بهترین تصمیم گیری رو هم داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.